سلام، میخوایم به وسیله یک کابل لن از PLC S7200 بکاپ بگیریم. PLC S7200 مدل اسمارت که بالاشون جایگاه کابل لن رو دارن. نرم افزاری که برای بکاپ گیری S7200 استفاده میشه استپ 7 میکرووین هست، مدل اسمارت. نرم افزار رو باز میکنیم، میریم تو قسمت آپلود رو که بزنیم یه صفحه این مدلی باز میشه. کامیونیکیشن اینترفیس رو میذاریم روی ریل تک PCE FE فامیلی کنترلر TCP IP 1. اینو میذاریم روی این گزینه و خودش شروع میکنه پیدا کردن PLC. وقتی PLC رو پیدا کرد یک IP آدرس به ما میده. میریم توی قسمت کنترل پنل ایدنتیفای وایفا و چنج آداپتور آپشن رو میزنیم. توی قسمت ایترنت کلیک راست میکنیم، پروپرتیس رو میزنیم. اینجا توی قسمت اینترنت پروتکل ورژن دوبار کلیک میکنیم و این IP آدرس رو وارد میکنیم. 3 رقم اول باید مشابه باشه. اگر توی نرم افزار نگاه کنید 192 168 021 ما اینجا گذاشتیم روی 192 168 0 تا اینجا مشابه. از اینجا این رقم آخر، این قسمت آخر متفاوته 80. سابنت ماسک هم که خودش پر میکنه. اوکی رو میزنیم، دوباره اوکی. برمیگردیم به قسمت نرم افزار. حالا اینجا اوکی رو میزنیم. اگر ارتباطمون درست برقرار باشه میره تو قسمت آپلود کردن و گرفتن برنامه. میگه چه قسمتی از برنامه رو میخوایم، هم پروگرامش رو میخوایم، هم دیتا و هم سیستم بلاک ها رو. آپلود رو میزنیم. اگر پسورد نداشته باشه برنامه آپلود میشه. الان برنامه آپلود شد، بکاپ گرفتیم. این بکاپ رو یه جا سیو میکنیم، بالاخره یه روزی استفاده میشه این بکاپ و این قسمتی که برنامه نوشته شده. ممنون از توجهتون.